خب سلام و عرض احترام دارم حضور همه دوستان عزیز، همه همراهان محترممون. خوشحالم که با یک لایو دیگه از سری لایو های نکته روی کامنت کنار هم هستیم. پنجشنبه است، اما امروز پنجشنبه الان ساعت 11 شب به وقت تهرانه و امروز 1 ساعت تغییر دادیم زمان لایو رو به احترام آقای دکتر کیانمرز محترم که وبینار آموزشی خاصی داشتن ساعت 10 شب و ظاهرا هنوز همچنان در حال برگزاریه. من نمیدونستم که 2 ساعت زمانش هست. به هر صورت خیلی خوشحالم که در کنار هم هستیم و قراره که امشب راجع به روغن‌های گیاهی صحبت بکنیم، اما پاسخ به سوالات شما. قرار شد که امروز فقط به سوالات شما جواب داده بشه. من سوالاتتون رو نوشتم، گرچه که باز هم میگم سوالات تکراری هن. بارها به این سوالات جواب داده شده، ولی خب قراره که امشب خیلی کوتاه من به اینها جواب بدم. جواب ساده، کاربردی و کوتاه. خب شروع کنیم. چون گفته بودم که سوالاتتون رو زیر پست آخر بنویسید، من نه تنها اون سوالات رو نوشتم که حتی سوالاتی که یه قسمت دایرکتم داشتم اونها رو هم نوشتم. یه حدود 19 تا 20 تا سواله که تک تک با همون جملاتی که شما نوشتید همونطوری میخونمشون و جواب میدم. ببینید، بذارید باز قبل از اینکه این سوالات رو شروع بکنم یه نکته یادآوری رو مجدداً تکرار بکنم و اینکه ما میخوایم وقتی روغن استفاده بکنیم باید به چه نکاتی دقت داشته باشیم. موضوع رفتار با مواد غذایی رو در لایوهای گذشته با همدیگه صحبت کردیم و اول از همه صحبت از انتخاب درست ماده غذایی بود. یک ماده غذایی باید درست انتخاب بشه و بعد از انتخاب درست اون ماده غذایی باید رفتار درست با اون ماده غذایی رو بلد باشیم و در مرحله سوم باید اون ماده غذایی رو در حد متعادلی مصرف بکنیم. این 3 اصل رو همیشه یادتون باشه. با این 3 اصله که در واقع غذایی که میخوریم ارتباط پیدا میکنه با سلامتیمون. هر کدوم از این 3 اصل رعایت نشه شاید نتونه به حد کمال و تمام اون ویژگی های خوبش رو در جهت سلامتی ما داشته باشه. خب اون چیزی که در ارتباط با علم مواد غذاییه و مرتبط با رشته من، قسمت اوله که ماده غذایی رو خوب بشناسیم و قسمت دومه یعنی رفتار درست با ماده غذایی داشته باشیم و قسمت سومش که در حد متعادل استفاده بکنیم میشه مربوط به رشته تغذیه. من رشتم تغذیه نیست، پس سوالات این که چقدر بخوریم و کی بخوریم رو من نمیتونم جواب بدم یا در تخصص من نیست که جواب بدم. اما مبحث روغن ها که خیلی مبحث مهمیه از این نظر که شما با سوالاتتون خیلی بهش اهمیت میدید و مدام هم میپرسید که چه روغنی؟ چرا این روغن نه؟ چرا اون روغن نه؟ برای سرخ کردن چی کار کنم؟ برای پخت و پز چی کار کنم؟ آیا این برای این مناسب هست یا نه؟ برای بار چندم دارم تکرار میکنم. روغن ها دسته‌بندی میشن از نظر کاربردهاشون. وقتی میگیم روغنی رو متناسب با کاربردش انتخاب بکنید، یعنی اگر مثلا میخواید برای مصارفی مثل سالاد استفادهش بکنید یا روی غذاتون استفاده بکنید، منظورم اینه که اون روغن میخواد حرارت نبینه، بهترین انتخاب روغن بکر یا فرابکره. فرابکر یا بکر که بهترین نمونهشم، عالی ترین نمونهشم که هیچ همتایی نداره و شاه همه روغن هاست، روغن زیتونه. روغن زیتون فرابکر و بکر. حالا هر روغن دیگه ای که تصفیه نشده باشه و ما مجاز به استفادهش باشیم جزو این دسته قرار میگیره، مثل روغن کنجد، مثل روغن آووکادو، مثل روغن مثلا گردو
که حالا به شکل تصفیه نشده اما نوع کارخونه ایش موجود هست، گرچه که یک روغن لوکسیه به این شکل حالا فروخته میشه توی مارکت ها. پس این مصارفش اینه. اما اگر بخوایم برای پخت و پز استفاده بکنیم باید به روش دقت داشته باشیم به برچسبش که نوشته باشه مخصوص پخت و پز. مخصوص پخت و پز تصفیه شده است، یعنی ناخالصی هاش گرفته شده. تمام ناخالصی هاش گرفته میشه تا حد ممکن و اون چیزی که توی صنعت براش تعریف شده. به چه منظور؟ برای اینکه مناسبش بکنه که مقاوم تر بشه در برابر حرارت دهی، در برابری که اون پخت و پزی که ما داریم اعمال میکنیم روش. پخت و پز شامل چیه؟ این نکته خیلی مهمه. مثل تفت دادن ساده، مثل یه نیمروی کوچیک باهاش درست بکنیم، مثل برنج باهاش دم بکنیم، مثل کوکو باهاش درست بکنیم با حرارت کم. خب اما برای سرخ کردن چی؟ وقتی که ما میگیم سرخ کردن منظورمون اینه که دما خیلی میره بالا و عموما هم سرخ کردن های طولانی و با دمای زیاده یا سرخ کردن های عمیقه. مثل همین سیب زمینی هایی که توی سرخگان میریزیم و سرخ میکنیم. مثلا یک مرغی رو میخواین سوخاری بکنیم و توی روغن قشنگ خوب غلتش میدین و سرخش میکنیم. مثل کتلتی که دارید غرق روغن سرخ میکنیدش. مثل سبزی که دارید سرخ میکنید، برای قرمه سبزی که میذارید سیاه میشه. برای اینها روغن سرخ کردنی استفاده میکنیم. روغن سرخ کردنی هم برای خودش تعریف خاصی داره. روغن سرخ کردنی توی صنعت فرموله میشه. طوری فرموله میشه که این فرموله کردن ممکنه که متفاوت باشه از هر برندی به برند دیگه‌ای. ولی شما نگران هیچی نباشید، برای اینکه طوری فرموله شده که بالاترین مقاومت حرارتی و اکسیداتیوی رو داشته باشه. بهش آنتی اکسیدان هایی اضافه میکنن. چه آنتی اکسیدان ممکنه طبیعی باشه، چه آنتی اکسیدان ممکنه که طبیعی نباشه. نکته مهم و سوال مهم شما: آیا میتونم روغن سرخ کردنی رو برای همه مصارفم استفاده بکنم؟ خوبه؟ نه، خوب نیست. چرا برای همه مصارفتون استفاده میکنید؟ روغن سرخ کردنی فقط برای سرخ کردن. وقتی که میشه برای تفت دادن ساده روغن تصفیه شده استفاده بکنید، چرا روغن سرخ کردنی استفاده میکنید که فرموله شده؟ ممکنه که روغن‌هایی با درجه اشباعیت بالا توش فرموله شده استفاده شده باشه. ممکنه که آنتی اکسیدان‌های قوی در فرمولاسیونش استفاده شده باشه. چه لزومی داره که شما از اون روغن استفاده کنید؟ پس کار درستی نیست. فکر نکنید که کار درستی دارید انجام میدید. اینکه مدام من تکرار میکنم هر روغنی رو متناسب با کاربردش انتخاب بکنید برای اینه. سوالی هم در این خصوص داشتیم که دوستی نوشته بودن که من نمیفهمم برای پخت و پز یعنی چی؟ خب تمام کاربرد روغن سرخ کردنیه دیگه. برای پیاز خورشت ها، کوکو، کتلت همون روغن های سرخ کردنی رو استفاده میکنیم. ببینید ما باید معنی پخت و پز رو بدونیم که براتون معنی کردم. معنای سرخ کردن رو بدونیم که براتون معنا کردم. پس مثلا برای پیاز خورشتی که میخواید درست بکنید، این در حد تفت دادن میشه. نه اینکه بردارید پیاز و قوطه‌ور بکنید توی روغن زیاد و زیرش رو زیاد بکنید و فکر کنید الان این در پخت و پزه. نه، اون دیگه میشه سرخ کردن عمیق یه جورایی. خب اما تفتش میدید که سبک بشه، یه تفت کوتاه، سبزیجات رو میخواید یه تفت کوتاه بدید، آره اون پخت و پزه، روغن تصفیه شده. میتونید روغن تصفیه شده مثلا زیتون رو استفاده بکنید، روغن تصفیه شده کنجد رو استفاده بکنید، سویا، ذرت، هر روغن تصفیه شده دیگه.
هیچ حساسیت خاصی هم نداشته باشید، شما هر ماه یک روغن استفاده بکنید. مثلا این ماه چون سوال داشتیم که روغن زیتون گرونه، به جای روغن زیتون ما چی استفاده بکنیم؟ کدوم روغن بهترینه؟ مثل اینه که شما سوال بپرسید که بهترین میوه چه میوه‌ایه. آیا ما میتونیم بگیم بهترین میوه چه میوه‌ایه؟ هر میوه‌ای یه ویژگی خاصی برای خودش داره. روغن ها هم همینطورن، هر کدومشون ویژگی خاصی برای خودشون دارن. پس شما بهتره که تنوع مصرف داشته باشید. هر ماه برای خریدتون یک روغن رو انتخاب بکنید، ضمن اینکه رفتار درست با اون روغن رو هم مد نظر دارید، ضمن اینکه اون روغن رو برای کاربری خاصش انتخاب میکنید. به این نکته خیلی دقت کنید. خب سوال: بهترین روغن برای سرخ کردن چی خوبه خانم دکتر؟ جواب: روغن سرخ کردنی با در نظر گرفتن معنای سرخ کردن. خب روغن زیتون بلندد که با روغن‌های دیگه مخلوط هستند مناسب سرخ کردن هستند؟ ببینید، روغن‌هایی که مخلوطن، روغن زیتون مخلوط شده با یک روغن دیگه که نمونهش رو من بهتون نشون دادم در پستی به اسم اشتباه خرید من، که همین صفحه اینستاگرام رو یه نگاهی بکنید میبینید این پست رو که من روغنی خریدم که روغن زیتون مخلوط شده با روغن آفتابگردونه و تصفیه شده هم هست. بله، همچین روغنی رو میتونید برای تفت دادن استفاده کنید، برای پخت و پز استفاده کنید، برای یه نیمروی ساده کوچیک استفاده کنید، برای یه املت استفاده کنید، برای برنج دم کردن استفاده بکنید، برای تهدیگ استفاده بکنید. تهدیگم با شعله کمه. حتی این سوال رو هم داشتیم که برای تهدیگ از چه روغنی استفاده بکنم. برای تهدیگ هم میتونید روغن تصفیه شده استفاده بکنید، همون روغنی که برای پخت و پز استفاده میکنید. روغن کنجد رو میشه برای سرخ کردن استفاده کرد؟ منظورتون چه روغن کنجدیه؟ اگر روغن کنجد تصفیه شده است برای پخت و پز. اگر برای سرخ کردن واقعیه که معناش رو گفتم، نه. سرخ کردن روغن سرخ کردنی. ببینید داره حرفام تکراری میشه. این تکرارها امیدوارم که باعث بشه که مفاهیم مربوط به پخت و پز، سرخ کردن و استفاده بدون حرارت دهی رو متوجه بشیم بیشتر و یادمون بمونه. دوستی سوال پرسیدن مگه روغن زیتون مخصوص سرخ کردن هم داریم؟ اصلاً مگه میشه با روغن زیتون سرخ کرد؟ اگه میشه به چه اسمیه؟ روغن زیتون مخصوص حرارت دهی و مخصوص سرخ کردن هم داریم. اما نکته مهم اینجاست. روغن سرخ کردن گفتیم فرموله میشه. پس اگر روغن زیتونی رو به اسم روغن زیتون مخصوص سرخ کردن دیدی، بدونید که اون روغن زیتون هم فرموله شده. یعنی پایش روغن زیتونه با یک روغن دیگه ای مخلوط شده، یا شاید آنتی اکسیدان هایی هم بهش اضافه شده. پس فکر نکنید که این روغن تمام اون ویژگی های روغن فرابکر و بکری که شما استفاده می کنید و اون ذهنیت خاصی که در مورد روغن زیتون دارید رو داره. روغن زیتون خیلی خوبه ها. در هر شرایطی روغن زیتون خیلی خوبه، حتی اگر تصفیه شده باشه. اما میخوام بدونید که حتما یه تفاوتایی وجود داره که روش نوشته مخصوص سرخ کردن دیگه. پس برای این کار فرموله شده.
سوالی پرسیدن که روغن مخصوص پخت و پز و روغن زیتون رو میشه در هنگام جوشیدن غذا استفاده کرد؟ بله، میتونین استفاده کنید، اما باز یه نکته مهم رو فراموش نکنید، اینکه روغن‌های گیاهی گفتیم درجه غیر اشباعیتشون بالاست. توی پست آخر درجه غیر اشباعیت رو خیلی ساده گفتم، یعنی باندهای دوگانه داره. باندهای دوگانه به اکسیژن حساسن. خب میتونین اضافه بکنید، اما هر چقدر که مدت زمان طولانی این غذا جوشیده بشه، گرچه دمای جوش آب دیگه، پایش آبه، بالا نمیره، مثل سرخ کردن نیست که دمای روغن بره بالا، اما در معرض اکسیژن بودن و در معرض هوا بودنش رو فراموش نکنید. پس متناسب با اون مدت زمان پختتون این هم داره آسیب میبینه، اما نه آسیبی که در حین سرخ کردن داشت میدید، چون دماش اونقدر بالا نمیره. پس میتونین استفاده بکنین، اما سعی بکنین که اگر میخواید توی خورشتی اضافهش بکنید که خورشته در حال غل زدن و جوشیدنه، توی مراحل آخر بهش اضافه بکنید. اگر فکر میکنید لازمه به خورشتتون اضافه بشه، هر چقدر که در مراحل آخر پخت اضافه بشه، این آسیبش طبیعتاً کمتره. در مورد تراریخته بودن روغن ها صحبت بکنید. روغن تراریخته، روغن سویا و روغن ذرت میتونه تراریخته باشه، اما آیا این به معنی نامناسب بودنشه؟ این به معنی ترس از روغن هاست؟ نه، اتفاقا خیلی کار خوبی کردن که اینها رو تراریخته کردن و مخصوص این کار کردن. من در مورد روغن سویا و روغن ذرت که اپیزودهای جداگانه‌ای صحبت کردم. لطفاً اگر علاقه‌مند هستید حتما اونها رو گوش بکنید، چون اینجا مجال توضیحش نیست. فقط این رو یک مثال میزنم. ببینید، یادتونه که نمیدونم حالا یادتون باشه یا نه، سنتون قد بده یا نه، من که یادمه قدیما حلب‌های روغن نباتی، روغن گیاهی جامد، روش نوشته بود که روغن هیدروژنی شده سویا. خب روغن سویا، ببینید خیلی کوتاه میگم و خلاصه که بدونید که قضیهش چیه. یکی از ویژگی‌های خیلی خاصش اینه که هم امگا 6 بالایی داره، هم امگا 3 بالایی داره. امگا 3 خیلی بالایی هم داره، طوری که امگا 3 بالاش مثل روغن گردوه. یعنی اینو داشته باشین، این خیلی نکته مهمیه. روغن سویا شبیه ترین روغن به روغن گردوه، خیلی مهمه. حالا جدای از اون ترکیبات پلیفنولی خاص موجود در گردو که حالا ارزش اون رو بیشتر میکنه، اما از نظر امگا 3 مثل روغن گردوه. طبیعتا این خیلی حساسه به اکسیژن. قدیما می اومدن اینو هیدروژنه میکردن که مقاومت اکسیداتیویش زیاد بشه. بعدش به این نتیجه رسیدن که خب چرا این کار بکنن؟ بیان یه تغییر ژنتیکی درش ایجاد بکنن و با این دستکاری ژنتیکی جالب درصد این اسیدهای چربش که آسیب زننده و هست به کیفیتش، حساس به اکسیژن، اینها رو کم بکنن و اومدن همین کار رو کردن که شاید توی پادکستم هم گفتم از سال 2014 کشت وسیع لوبیای سویایی که به این شکل دستکاری ژنتیکی شده بود شروع شد.
و در سطح خیلی بالایی که میتونست مثلا تامین کننده سویای تقریبا کل دنیا هم باشه یه جورایی. این کارو کردن. اسم واریتش هم یه اسم خاصی گذاشتن، اسپلنیش. خب و این کار رو خیلی خوب کرد از این نظر که دیگه نیازی به هیدروژن کردنش نبود. اما از یه جهت دیگه ترس و رعب به وجود آورد که این تراریخته است. روی این محصولات تراریخته برچسب زنی میشه که این تراریخته است. من مصرف کننده به انتخاب خودم آگاهانه میرم انتخابش میکنم. تا الان علم نگفته که این آسیب زننده است، باعث ترس، باعث عیوب ژنتیکی میشه، جهش ژنتیکی میشه. نه، مشخص نیست. به خاطر این احترام گذاشته میشه به انتخاب مصرف کننده و روش نوشته میشه که این میخواین اینو انتخاب بکنین یا میخواین انتخاب نکنین. و هیچ ترس و واهمه و وحشتی هم بابت این خصوص در این خصوص نیست. البته که اینم بگم که روغن سویای غیر تراریخته هم هست. اگر روغن سویای غیر تراریخته داشته باشین خیلی نسبت به حرارت، اکسیژن حساسه. یا باید هیدروژنه شده باشه یا تحت شرایط خیلی خاصی باید بسته‌بندی بشه و عمر ماندگاریش تعریف بشه. چون گفتیم مثل روغن گردوه، یادتون باشه. پس جای ترس نیست، میتونین استفاده کنید. بازم یه سوال مشابه دیگه، ما نفهمیدیم که از چه روغنی برای تفت دادن استفاده بکنیم. فکر میکنم دیگه الان تمام دوستانی که حاضر در این لایو بودن الان میدونن که چه روغنی برای تفت دادن. روغنی که تصفیه شده باشه، فرقی نمیکنه چه روغنی. تفتم که میدونیم یعنی چی، یعنی مدت زمان کوتاه و حرارت نه در حد سرخ کردن کم. یه دوستی نوشته بودن که فرابکر یا بکر به انگلیسی چی میشه؟ فرابکر میشه اکسترا ویرجین، بکر میشه ویرجین. اینم از این سوال. در مورد اینکه روغن‌های امگا 3 و امگا 6 سریع اکسید میشن و نباید استفاده بشن. اولا اینکه ما روغن امگا 3 و امگا 6 نداریم. ما روغن‌هایی داریم که در اونها اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 وجود داره. خب امگا 6 دو باند دوگانه در خودش داره، ساختارش طوریه که دو باند دوگانه داره. امگا 3 سه باند دوگانه توی خودش داره. البته این فکر نکنید حالا این سه شده، نه، اون تعریف امگا 3 از نظر ساختمانی یه تعریف دیگه است از نظر علمی، ولی بدونید که سه باند دوگانه داره. هر چقدر که باند دوگانه‌ای در ساختمان اسید چربی بیشتر باشه حساسیتش نسبت به اکسیژن بیشتره. توی پست آخر گفتم به اسم روغن حساس. پس روغن هایی که حاوی امگا 6 و حاوی امگا 3 بالایی هستند نسبت به اکسیژن حساسند. دوستی پرسیده بودن که در معرض اکسیژن زیاد یعنی دما بالا بره؟ نه، الزاماً با دما نیست. اکسیژن توی هوا وجود داره. ما یک واکنش اکسیداتیوی حرارتی داریم که در ضمن حرارت دهی هم این واکنش اکسیداسیون سریعتر اتفاق میفته و یه واکنش اکسیداسیونی داریم که خود به خودیه. اصلا شما بذارید یه روغنی رو توی فضای باز، توی ظرف درباز بذارید، یه مدت بعد میبینید بو گرفته.
دیدید حتما، تجربه کردید شاید. مثلا کره یه مدت بذارید بیرون بمونه، بوی بدی میگیره. به خاطر اینه که میگیم غذاها رو توی ظرف دربسته نگه دارید، غذای روغنی رو بیرون نذارید. هر غذایی که حاوی روغن باشه و در معرض اکسیژن هوا باشه، اینو یادتون باشه، روغنش آسیب میبینه، مگه اینکه روغنش نسبت به اکسیژن مقاوم باشه. چون این اکسیژن یا این واکنش اکسیداسیون میتونه خود به خودی هم اتفاق بیفته. ما یه واکنش اکسیداسیون داریم که اسمش خود به خودیه. یه واکنش اکسیداسیون داریم که به واسطه نوره، حتی نور. بعضی از ترکیبات هستن که نور رو جذب میکنن، یه انرژی خاصی میگیرن، به این باند دوگانه حمله میکنن، اینو آماده میکنن که با اون اکسیژن ترکیب بشه، یا نه از یه مسیر دیگه اکسیژن رو فعال میکنن که بیاد به این باند دوگانه حمله بکنه. پس ببینید چقدر این نکته های علمیش زیاده. هم اکسیژن هوا، هم نور، هم حرارت، همه اینها ما یک واکنش اکسیداسیون نوری داریم، یک واکنش اکسیداسیون حرارتی داریم، یک واکنش اکسیداسیون خود به خودی داریم. ماجراها زیاده. تازه قضیه باز همینجا تمام نمیشه ها. این اکسیژن خیلی کار برای ما انجام میده، کارای مخرب. مثلا میاد همون واکنش پلیمریزاسیونی که حرفش شد که روغن چسبناک میشه، میاد توی اون کارم دخالت میکنه. یعنی میاد پلیمریزه میکنه این روغن رو. پلیمر یعنی یک ترکیبی با زنجیره طولانی، یعنی این اکسیژن میاد کاری میکنه که اینا به هم دیگه وصل بشن یه جورایی و اون اتفاق نمودش چسبناکیه به وجود میاد. حالا بگذریم از این که اون پلیمرها خودشون هم ترکیبات مضری و یه کارهای دیگه میکنن. دیدید مثلا، دیدید یه نکته بگم، دیدید بعضی وقتا یه چیزایی سرخ میکنید، مثلا کتلت، حالا هر چیز مشابهی مثل این، بعد از یه جایی به بعد احساس میکنید روغنه کار نمیکنه دیگه براتون، یعنی اون کارایی رو نداره دیگه، انگار مثل اون روغن تازه‌ای که ریختید نیست، غلیظ‌تر هم شده، بعضی وقتا کفم میکنه. این نشون میده که اون روغنه توش ترکیبات پلیمری تولید شده. یه نشونش اینه. اینم از این. روغن مایع مصرف بکنیم بهتره. ببینید روغن مایع، بله ما باید برای مصارفمون روغن گیاهی استفاده بکنیم، اما باید رفتار درست با روغن مایع رو بلد باشیم. اگر رفتار درست باش رو بلد نباشیم، خیلی ترکیبات مضری درش تشکیل میشه و این ترکیبات مضر تشکیل شده در اون بهمون آسیب میزنه و برای سلامتیمون خوب نیست. گفته بودم راجع بهش صحبت میکنیم، 2 هفته پیش گفته بودم، ولی این هفته هم نشد که راجع بهش صحبت کنیم. اینم از این. روغن زیتون سرخ کردنی رو از کجا میشه تهیه کرد؟ چه مارکت ها هست؟ یه سرچ اینترنتی بکنید، میتونید راحت اسامی کارخونه های تولید کنندش رو پیدا کنید، یا توی دیجیکالا هم هست. من روغن زرد توی خونه درست میکنم و مصرف میکنم. آیا خوبه؟ چرا میگید خوب نیست؟ روغن زرد روغن شیره، روغن چربی شیره، خیلی هم خوبه. منم خیلی دوست دارم. نه روغن زرد ها، چربی شیر رو دوست دارم.
چربی شیر رو دوست دارم؟ من که حواسم به چربی دریافت روزانم هست، شاید لبنیات مصرفیم هم لبنیات کامله یا لبنیات مثلا 2.5% چربیه. ماستی که هر روز میخورم ماست 2.5% چربیه، اما حواسم به چربی دریافت روزانم هست و این چربی خیلی خوب برای بدن من کار میکنه. اما اگر بخوام چیزی سرخ بکنم، برای سرخ کردن بخوام بیام روغن زرد استفاده بکنم، طبیعتاً مقدار مصرفی روغنم میره بالا با اون سرخ کردن و غذای سرخ کردنی و محدودیت مصرف روغن اشباع رو اینطوری ندیده گرفتم. ما محدودیت مصرف روغن‌های اشباع رو داریم. اینو علم تغذیه میگه. اینو انجمن قلب امریکا میگه. اگه براتون اهمیت نداره این موضوع، یعنی سلامتیتون براتون اهمیت نداره اگه دوست دارید مصرف بکنید. پس من نمیگم چربی شیر بده، که خیلی هم میدونید که طرفدار شیرم، نه طرفدار شیرا، طرفدار خوبیاش، طرفدار مزایاش. و چون شیر رو میشناسم، چون چربی شیر رو میشناسم، میگم چربی شیر چربی فوق‌العاده‌ایه. الان بذارید من 1 ساعت برای شما صحبت بکنم از مزایاش، اما در حد این که یک فردی اگر دریافت چربی روزانش رو کنترل بکنه، چه اشکال داره؟ توی لبنیات مصرفیش اون چربی شیر رو دریافت بکنه، خیلی هم خوب. اما اینکه بخواد بیاد روغن زرد استفاده بکنه که بگه الان دارم چیز خوبی میخورم، نه دیگه، اینجا دیگه یه جور دیگه میشه قضیه. ببینید یه نکته خیلی مهم، هفته پیشم گفتم من چند تا غذا گذاشتم توی مدت که مثلا من این غذا رو اینطوری درست میکنم با 2 تا قاشق روغن، با 3 تا قاشق روغن. مثلا ما 4 نفریم دیگه توی خونه، یه غذای 4 نفره پختم، توی برنجم اصلا روغن استفاده نکردم. حالا توی به فرض غذایی که همراهش هست، چه خورشت باشه، چه مثلا عدس پلویی، لوبیا پلویی، ماکارونی، اینجور چیزا باشه، مثلا می‌نویسم انقدر روغن استفاده کردم، 2 قاشق، 3 قاشق. یکی از دوستان پرسیده بودن که اینو هفته پیشم گفتم که شما مشکل دارید با روغن؟ روغن بده؟ من گفتم نه، من هیچ مشکلی با روغن ندارم. روغن به اندازه کافی هم برای بدن ما لازمه، اما وقتی فکر میکنم لزومی به اضافه کردن بیشترش نیست، برای چی باید روغن بیشتری اضافه بکنم؟ وقتی من میدونم که روغن زیتون فرابکر چقدر ارزشمنده و من هم باید حواسم به دریافت روغن یا چربی های مناسب روزانم باشه، وقتی به سلامتیم هم اهمیت میدم، وقتی که غذام رو آماده کردم، خیلی راحت 1 قاشق 2 قاشق روغن فرابکر رو میریزم روی غذام میخورم که ارزش اون هم به بدنم برسه. خب یا مثلا روغن زیتون نمیخوام استفاده بکنم، باشه، اشکالی نداره، حتی میتونم یه تیکه کوچیک کره بذارم روش بخورم، چون هیچ روغنی توی غذام استفاده نکردم، اشکالی نداره. نمیرم فست فود بخورم، نمیرم پنیر پیتزای بیرون رو بخورم که چربی اشباع وارد بدنم بشه. دنبه نمیخورم، گوشتی که استفاده میکنم هم چربی حیوانی داره، اونم خوبه در حد خودش، در حد خودش که توی گوشته. خب در روز ما به اندازه کافی چیزایی که روغن توشون داره رو داریم استفاده میکنیم
من مثلا اگر چند تا گردو برمیدارم میخورم، اون مگه روغن نداره؟ روغن، گردو 60%ش روغنه. وقتی که شما 2 تا گردو میخورید فکر نکنید که حالا 2 تا گردوه، نوش جانتون باشه. اما 60% ماده خشک اون خیلیه ها، 60% روغنه. شما هر روز با همون رژیم غذایی ثابتی که دارید 3-4 تا گردو اضافه تر بخورید با همون سیستمی که دارید، بعد از یه مدت میبینید که به خاطر کالری بالای دریافتیتون از این گردوه شاید اضافه وزن پیدا بکنید بعد از یه مدت. خوب هست. پس اگر من مثلا گردو در روز میخورم، پنیر میخورم یا مثلا خامه ترش به غذام اضافه میکنم، دیگه چرا باید فکر این باشم که الان روغن چی استفاده بکنم؟ دغدغه اینو داشته باشم. اصلا سرخ کردنی چیز خوبی نیست. شما وقتی که غذای سرخ کردنی میخواید درست بکنید، یاد این بیافتید که اصلا سرخ کردن کار خوبی نیست. برای کاری که خوب نیست چرا دارید دنبال یه روغن میگردید، میگید الان من چه روغنی استفاده بکنم؟ چرا فکر میکنید که حتما روغن باید توی غذاتون معاشرتی با بقیه ترکیبات داشته باشه؟ روغن توی خود همون ترکیباتتون هست. گوشتی که دارین استفاده میکنید، هرچند گوشت لخم استیکی بدون چربی هم باشه، اما چربی داره، شما نگران نباشید. شما مرغ و پوستش هم بکنید، مرغ درست بکنید، اگه ندیدید روش یه مقدار باز چند قطره روغن ظاهر شد، این نشون میده که اون گوشت مرغ حتی داره. شما ران مرغ این کار باش بکنید، میبینید که قشنگ روی خورشت مثلا همون مرغتون آثار روغن دیده میشه. خب مگه بدن من چقدر در روز روغن لازم داره که همه اینا رو بخورم، بعد بیام حالا سرخ بکنم، یه دفعه پیاز داغ، حالا نعنا داغ، حالا چی؟ یکی بادمجون، حالا این قرمه سبزیه دیگه. قرمه سبزی رو مثلا میگیم فسنجون، میگین حالا فسنجونه دیگه، نمیشه نخورد که. میگیم قرمه سبزی رو اونطوری سیاه نکنید، میگین حالا قرمه سبزی رو که نمیشه ازش گذشت. آره، اگه بخوایم اینطوری فکر کنیم که دیگه پس برای چی نوش جانمون باشه؟ چرا ناراحتیم و میپرسیم که چه روغنی استفاده بکنم؟ اصلا دیگه به اینجاهاش فکر نکنید. نوش جانتون، هر روغنی که دوست دارید استفاده کنید. مهم اینه که شما دارید روغن اضافه هم وارد بدنتون میکنید. دیگه چه فرقی داره که اون سبزی سیاه شده، قرمه سبزی با چه روغنی سیاه شده باشه؟ چون انقدر که اون سیاه شده ها نه ارزش غذایی داره، سراسرم ترکیبات مضره، اما خب میگید خوشمزه است دیگه. منم نمیگم بدمزه است، خوشمزه است. اما مدت هاست که من قرمه سبزی دیگه درست نمیکنم. عوضش یه خورشت دیگه مشابه قرمه سبزی درست میکنم. البته انگیزم قوی نیست، خیلی چیزا رو بهانه میکنم که اینجا نیست و به خاطر این کاملا توجیه خوبی هم برای خودم دارم برای درست نکردنش. ولی البته توی ایران که بودم درست میکردم، اما باز به سبک خودم. حالا اگه دوست داشتید یه دفعه در موردش صحبت میکنم که چجوری درست میکردم و خیلی هم خوشمزه بود و خیلی هم خوب بود. و شاید اگر مثلا ضرر اون قرمه سبزی‌های سیاه شده رو اگه 100 بگیریم، ضرر قرمه سبزی من مثلا به جرئت میتونم بگم، اگه بخوام نمره بدم خودم، میتونم بگم مثلا ضررش 20 بود، یعنی 80 تا من برده بودم. و خیلی هم خوشمزه بود. عالی. اینم از قرمه سبزی و اینم از سرخ کردن. حالا من فکر میکنم همه سوالاتی که شما نوشته بودید رو جواب دادم.
میکنم همه رو جواب دادم. ببخشید که من اصلا چیزایی که شما نوشتید رو نخوندم. من بازم تکرار میکنم که من مهارت خوندن کامنت ها رو در حین صحبت کردنم ندارم. عذرخواهی میکنم که اگر متوجه حضور دوستان و همکاران محترم هم نمیشم و عرض احترامی نمی کنم. منو به بزرگی خودتون ببخشید. و اینکه اگر سوالی دارید من اینجا جواب بدم و اگر که باز نه انشالله دیگه هفته دیگه ببینیم راجع به چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم. دستور این غذا رو خلاصه بگید اگه میشه. کدوم غذا رو؟ قرمه سبزی رو میگم بهتون بعداً. ببینید من یه پادکست خیلی جالبم دارم در مورد دیروز استوریش کردم. فکر میکنم توی هایلایت سوالات شما هم باید باشه و این پادکست توی وبسایتمه به اسم این روغن‌های معمولی که ما برای پخت و پز داریم. چند تاست؟ روغن سویا، ذرت، آفتابگردانه و کنالاست. این 4 تا روغن رو با هم دیگه مقایسه کردم براتون که کدومش بهتره. چون خب حالا بعضیا میپرسن دیگه و سوال خوبی هم هست اگر دوست داشته باشید بدونید. خیلی ساده البته خیلی علمی این 4 تا روغن رو مقایسه کردم براتون که بعد انتخاب با شماست. با توجه به اینها مزایا و معایب هر کدوم رو میشنوید، بعد دیگه خودتون تصمیم میگیرید که حالا اگر که دوست دارید کدوم رو انتخاب بکنید. اما بازم تکرار میکنم که وقتی میخواید یاد مصرف روغن بیفتید به این فکر کنید که من روغن برای چی باید مصرف بکنم و اصلا گفتم این جمله چه معاشرتی اون روغن الان توی غذای من داره. آیا فکر میکنم که اون روغن الان غذای منو خوشمزه میکنه؟ من یه پستی هم داشتم توی صفحه‌ام، دوستان میتونید ببینید. من آش رشته درست میکنم، فقط 2 قاشق روغن زیتون تصفیه شده رو برای تفت دادن اون سیرش استفاده میکنم. باهاش مثلا به اصطلاح سیرداغ، نعنا داغ درست میکنم. شما برید ظاهر اون آش رشته رو لطفاً ببینید. اینقدر این خوشمزه است. باور کنید من آش رشته های خودم رو قبول دارم. من الان یه کاسه آش رشته بیان جلوم بذارن با یه من روغن و سیرداغ و نعنا داغ، اصلا اون مزه سیرداغ نعنا داغ فقط داره میده دیگه. اصلا من پیاز داغم درست نمی‌کنم براش. پیازو میریزم توش. پیازه توشه. اینقدرم خوشمزه است. اینقدرم خوشمزه است که نه. حیف که نمیشه که امتحان بکنید و تست بکنید. ولی شکلش رو میتونید ببینید دیگه. اصلا انقدر خوشمزه است که اصلا آدم خالی میخواد بخوره، بدون کشک، بدون هیچی. خب میخوام ببینید که این روغن رو دارید برای چی استفاده میکنید وقتی یاد مصرف روغن و سوالات روغنیتون میافتید. به این فکر کنید که این روغنی که دارم استفاده میکنم اضافه بر سازمان اون چیزاییه که در روز دارم میخورم. برای اینکه من در روز ناخودآگاه دوست دارم شیرینی بخورم، اجتناب ناپذیره. حتما شیر میخورم، اجتناب ناپذیره. ماست میخورم، چند تا دونه آجیل میخورم، گوشت میخورم. همه اینها توشون چربی داره، کافینه. حالا بیام توی غذا هم اضافه بکنم. اما خب اگر میخواید اضافه بکنید طبق کاربری های خاص خودش انتخاب بکنید. و اینکه حالا این میگه روغن دنبه خوبه، نه بیایید روغن دنبه رو برای سرخ کردن استفاده کنید. آره روغن دنبه رو ببرید برای سرخ کردن استفاده بکنید. مقاومت اکسیداتیوی شاره خیلی بالاتره، آسیب حرارتیش کمتره. اما بیرون، آره از بیرون نگاه بکنی خیلی قضیه خوشگله. آسیب های روغن مایع رو نداره یا کمتر داره. اما توی بدن منم داره اونطوری کار میکنه. هر موضوعی رو از متخصصش بپرسید. آیا مثلا میگن که
از اول ما روغن حیوانی میخوردیم، روغن دنبه میخوردن اون گذشته ها، این هم عمر میکردن. اصلا روغن دنبه مثلا حیوانیه به بدن ما که انسانیم سازگارتره. این چه حرفیه؟ آره سازگارتر اگر به اندازه توی همون لبنیات برای ما استفاده بشه. مثلا توی همون گوشتی که داریم میخوریم به همون اندازه استفاده بشه، نه اینکه من بیام اضافه بر سازمان استفادهش بکنم که اضافه بر سازمانش قشنگ بشه بره دنبه، توی بدن من بشه دنبه، توی بدن من بشه چربی ذخیره. منظورم از دنبه چربی ذخیره است، روی شکم و پهلو و جاهای دیگه‌مون بره ذخیره بشه. آره این کارو میکنیم. اما روغن نباتی یا روغن گیاهی غیر اشباعیت بالایی داره و یادمون باشه من توی یکی از گزیده‌ای از یکی از لایف ها رو توی صفحه گذاشتم. ما بدنمون به روغن‌های غیر اشباع بیشتر نیاز داره، به روغن‌های غیر اشباع. اگر میبینید که روغن دنبه توی بدن گوسفنده، توی بدن گاوه اونا چربی ذخیره شده شونه، توی سلول هاشون مثل سلول های بدن ما، مثل سلول های تمام موجودات زنده، در قشایشون اونها چربی غیر اشباع دارن که این چربی غیر اشباع انعطاف میده به اون سلول، اجازه ورود و خروج ترکیبات رو میده. غیر اشباعیت یعنی این. خب و اون دامی هم که چربی اضافهش رو رفته ذخیره کرده به عنوان مثلا به عنوان دنبه، اون چربی غیر اشباعش رو از علوفه‌ای که مصرف کرده به دست آورده. چون ما چربی‌های غیر اشباع رو توی منابع گیاهی داریم. به خاطر اینه که ما چون عقل و درایت داره انسان، رفته دونه‌های گیاهی رو که دیده روغن دارن توش، یا میوه های روغنی مثل زیتون و آووکادو رو که دیده روغن دارن توش، اومده انتخاب کرده داره مصرف میکنه. اگه میبینید امگا 3 مثلا توی شیر وجود داره، امگا 3 در گوشت وجود داره، این امگا 3 ها از کجا اومدن؟ از علوفه‌ایه که دام خورده. خب پس ما امگا 3 و اینجور چیزا رو میتونیم مثلا از همین منابع گیاهی دریافت بکنیم. حالا درسته که منابع حیوانی مثل دریایی ها، مثل ماهی هم امگا 3 خیلی خوبی داره، مثل تخم مرغ امگا 3 خوبی داره، مثل گوشت، حتی گوشت مثلا دام هایی که گراس فید هستند امگا 3 خوبی میتونه داشته باشه. اونم گفتم به خاطر چی؟ به خاطر تغذیهشون از همین گیاه ها بوده. اون ماهی ها به خاطر اینکه از جلبک غذا میخورن. جلبکه منبع عالی از امگا 3، بهترین امگا 3. اونو میخوره توی بدنش میشه منبع امگا 3. مرغ دونه میخوره، غذای جیره غذایش رو میخوره، امگا 3 اون رو کمیش رو تبدیل میکنه به اون امگا 3 خوب. اگر به مرغ مثلا بیان دانه چیا بدن که دانه چیا سرشار از امگا 3، تخم تخمش هم سرشار از امگا 3 میشه. حتی میتونه تبدیلم بشه یه قسمتیش به همون امگا 3 خیلی خوبه. ما چون 2 نوع امگا 3 داریم، در واقع 3 نوع امگا 3 داریم که 2 نوعش خیلی خوبه، یک نوعش هم باز خیلی خوبه، اما کارایی تبدیلش به اون 2 تای خیلی خوب کمی کمتره. اینم از این. چقدر یه موضوعی رو در موردش صحبت میکنم طولانی میشه. خب فکر میکنم گفتم دیگه همه رو.
اگر که سوالی نیست دیگه شما به هم بگید اگر سوالی نیست. مرسی یاسمن جان، مرسی از حضورتون. به خواهرم هم دیدم، دکتر مینا، خوشحالم که اینجایی. مرسی. خب پس دیگه سوال دیگه ای ندارین. آها خوب پرسیدید سیو میشه لایو؟ نه متاسفانه سیو نمیشه، اما شما میتونید فایل لایو رو در یوتیوب هم ببینید. چند روز دیگه در یوتیوب هم بارگذاری میشه. فایل صوتیش رو هم میتونید در پادکست لبنیات و غذا بشنوید. جدیداً فایل صوتیش رو هم توی قسمت پادکست ها میذارم. مرسی یاسمن عزیزم، مرسی شما خودتونم بی همتا هستین. و یه سوال خوبی هم پرسیدید، بذارید این رو هم جواب بدم. ببینید حرف امگا 6 و امگا 3 شد. یه سوال دیگه ای هم که خیلی میپرسید و خیلی هم تهمتوار به این روغن ها وارد میکنید، روغن های گیاهی، اینه که این روغن های گیاهی خوب نیستن، سرشار از امگا 6 و امگا 6 التهابزاست. ببینید امگا 6 مثل امگا 3 یک اسید چرب ضروری برای بدن ماست. ضروری به این معنا که بدن ما قادر به ساختش نیست، باید حتما از منابع غذایی وارد بدنمون بشه. اما به یه حد مشخصی اگر مقدار امگا 6 دریافتی ما از یک حدی بیشتر بشه، مطالعات نشون داده که میتونه زمینه ساز التهاب در بدن ما بشه. و این امگا 6 بالا کجاست؟ درسته توی خیلی از روغن‌های نباتی که ما استفاده می‌کنیم، منظورم از روغن نباتی روغن گیاهیه ها استفاده می‌کنیم، امگا 6 بالایی دارن، امگا 6شون بالاست. پس اگر من در یک رژیم غذایی نامتعادل مصرف روغنم زیاد باشه و مصرف روغن‌های حاوی امگا 6 هم زیاد باشه، این میتونه برای بدن من خوب نباشه. اما اگر من ضمن اینکه روغن نباتی رو دارم استفاده میکنم، هر ماه تنوع دارم در مصرفش، تنوع در مصرف اون بالانس امگا 6 رو تنظیم میکنه، ولی این شرط کافی نیست. دوم، در یک رژیم غذایی متعادل من حتما حواسم به دریافت امگا 3 کافی هست. امگا 3 کافی از کجا؟ یا از منابع غذاییم، مثلا مثل همین دانه چیا، گردو، مصرف غذاهای دریایی مثل ماهی ها، حداقل 2 وعده در طول هفته کاملا میتونه تامین کننده امگا 3 بدن من باشه. یا نه نمیتونم تامین بکنم از اینها، زیر نظر متخصص تغذیه از مکمل امگا 3 استفاده بکنم. اگر من امگا 3 دریافتیم رو حواسم بهش باشه، هیچ نگرانی بابت اینکه الان از طریق اینها داره امگا 6 اضافه وارد بدن من میشه وجود دیگه نخواهد داشت. پس ببینید متهم سازی های این شکلی درست نیست، منطقی نیست. کسی میاد این متهم سازی ها رو میپرورونه و غذا هراسانه بهش جلوه میده که اصلا نمیدونه رژیم غذایی متعادل یعنی چی. در یک رژیم غذایی متعادل تمام اینها چیدمان داره و متخصصین تغذیه هستن که مشاوره بهتون میدن و میگن چی بخورید، چقدر بخورید، متناسب بخورید و متعادل بخورید و متنوع بخورید. ببینید چقدر اینا هوشمندانه به هم دیگه مرتبطن. قضیه اینجاست. بله، بعضی از روغن‌های گیاهی مثل آفتابگردون، مثل روغن هسته انگور، امگا 6 بالایی دارن. البته
البته روغن‌های آفتابگردون واریته-های متفاوتی هم دارن که ما در این واریته-های خاصش که البته روی برچسبشون ننوشته متاسفانه تا اونجایی که من اطلاع دارم، اینها از واریته-هایی هم میتونن باشن که اسید اولئیک بالایی دارن. اسید اولئیک همونیه که توی روغن زیتون ما داریم. ولی خب مشخصا اگر که میخواید بدونید چه روغنی امگا 6 خیلی بالایی داره، یادتون باشه روغن هسته انگور. پس انقدر نگید روغن هسته انگور روغن خوبیه. اگر از امگا 6 میترسید از این روغن هم بترسید. خب اینم از این. آخرین سوال رو هم جواب دادم. سلام عرض میکنم آقای دکتر کیانمرز. خوشحالم که در کنارمون هستی. خوشحالم. خب دوستان اگر که سوالی نیست دیگه برای بار آخر خداحافظی میکنیم انشالله تا هفته آینده. لطفاً پست ها رو دنبال بکنید و اگر سوالی داشتید، نظری داشتید، حتما زیر پست در قسمت کامنت ها بنویسید که موضوع تعیین کننده در واقع لایف های نکته روی کامنتمون هم همین کامنت های ارزشمند شماست، چه حالا انتقادی باشه چه پرسشی باشه، به هر صورت محترماً. روغن گردو رو میشه با روغن هسته انگور مقایسه کرد؟ نه آقای دکتر، اصلا قابل قیاس با هم نیستن این دوتا. اصلا ما اینجا در مورد کرم صحبت نمی کنیم. ما اتفاقا اگر که روغنی رو بخوایم برای کرم پیشنهاد بدیم، البته روغن زیتون هم روغن خوبیه چون هم ترکیبات آنتی اکسیدانی داره هم پلیفنولی. البته اصلا من متخصص پوست نیستم که راجع به این موضوع نظر بدم به هیچ وجه، فقط همینطوری حرف دارم میزنم، نرید بگید که معید نیا همچین حرفی زد. اما روغن نارگیل هم خیلی برای این کار خوبه. روغن حتی هسته انگور هم میتونه برای این کار خوب باشه چون ویتامین ای خیلی بالایی داره. خب اتفاقا من مجموعه ای دارم به اسم مجموعه روغن زیتون و در اون فکر نمی کنم مثلا کامل تر از اون پیدا بکنید جایی. در مورد انواع روغن زیتون صحبت کردم. اگر علاقه‌مند به موضوع روغن زیتون هستید، برید تمام اپیزودهای مربوط به روغن زیتون رو که فکر میکنم بیشتر از 10 تا باشه که لینکشون در مجموعه روغن زیتون در وبسایت هم هست رو برید ببینید. قطعا متوجه میشید که روغن زیتون برای خودش چه دنیایی داره. به طور خیلی خاص نه تنها در مورد اصلا میدونید یه نکته بگم که همه دوستان بدونن، ما فکر نکنید که ما فقط 2 نوع 3 نوع روغن زیتون داریم یا 4 نوع. روغن بین المللی زیتون روغن زیتون رو به 9 نوع دسته بندی کرده. ما 9 نوع روغن زیتون داریم. جالبه که هر کدومش ویژگی های خاصی داره، تعریف خاصی داره، اسیدیته خاصی داره، در مرحله خاصی تولید میشه و خیلی جالبه. دوست داشتی پادکست های مربوطش رو گوش بکنید. خب دیگه فکر میکنم گفتنی ها رو گفتم برای بار چندمه که دارم میگم و مرسی از همراهیتون، مرسی از اینکه بودید. امیدوارم که صحبت ها براتون مفید بوده باشه، استفاده لازم رو برده باشید، به سوالات پاسخ داده باشم. فکر میکنم به همشون جواب دادم. اگر که احتمالاً در لایف حضور نداشتن دوستانی که سوال پرسیدن، میتونن این لایف رو از یوتیوب تماشا بکنن و یا فایل صوتیش رو از پادکست لبنیات و غذا بشنون. روز و شبتون خوش باشه هر جای دنیا که هستید. بازم ازتون سپاسگزارم که بودید. مرسی، ممنون و خدا نگهدارتون. خدا حافظ.